سینما به شکل عام در همه جای دنیا فرقی نمیکنه، در کدام جغرافیا، با جامعه دارای دیالکتیک، گفتگو میکنه. سینما دارای یک دیالکتیک پیوسته و جاری است. جامعه هم با سینما دیالکتیک برقرار میکنه. این دیالکتیک دو سویه است، یک گفتگوی دو سویه است. خیلی مهمه. چیزی که متاسفانه طی 10-15 سال گذشته تقریبا هم در ایران هم در جهان این وجه دیالکتیک سینما با جامعه و جامعه با سینما میتونم بگم بهش کم توجهی میشه. گفتگوی سینما مورد اهمیته، چون رسول ملا قلی پور جز سینماگرا نیست که با جامعه به شدت گفتگو داره. آثارش گفتگو میکنه با جامعه و گفتگوی جامعه رو در میابه فیلمساز. جنگ ها تقریبا که نه تحقیقا از منظر بنده ابژن، انسان های درگیر جنگ سوژند، اما خود جنگ ابژه است. اما دفاع این گونه نیست. جنگ های دفاعی یا ملتی که دفاع میکنه به دلیل جوهره، سرشت و فرهنگ ملتی که داره دفاع میکنه از حق خودش، از آب و خاک خودش، از آیین خودش، از هر چیزی فرق نمیکنه، با هر ایدئولوژی و مسلکی بازم تفاوت نمیکنه. مسلمان، مسیحی، به اصطلاح اصلا موحد نیست، ولی در موقعیت و موضع دفاع قرار داره. فرهنگ اون دفاع و جوهره و سرشت انسانهایی که در اون دفاع حضور دارند به جنگ دفاعی اونها ماهیت و سرشت سوژه بودن میده. به همین دلیل دفاعشون دفاع مقدس میشه. حالا فارغ از به اصطلاح این ماجرا، یک نکته دیگه هم بگم به اعتبار اینکه رسول به شدت در سینماش انسانگراست و این در انسانگرایی انقدر جلو میره که اگر یک کسی یک کمی با غفلت و از سر ندانستن یا ناآگاهی یا عدم توجه بخواد سینمای رسول رو تحلیل بکنه، ممکنه فکر کنه رسول یک آدم اومانیستیه. اینقدر انسانگرایی در رسول، در فیلم‌های رسول جدی و پررنگه، در حالی که رسول با معنای فلسفی که از اومانیسم سراغ داریم، رسول مطلقاً اومانیست نیست. انسان موحدیه، مسلمان شیعه معتقدیه، اما انسان براش خیلی اهمیت داره. اتفاقاً در دایره معرفت توحیدی و دینیشه که انسان اینقدر اهمیت داره، چون در دایره معرفت توحیدی و دینی ما انسان جایگاه خیلی بلندی داره. مگه در آیه قرآن نداریم که خلیفه خداست دیگه، خیلی مقامش بالاست. زمانی که رسول زنده بود، هم او هم چند تن از کسان و دوستانی که فیلم در حوزه دفاع مقدس می ساختن، بعضی از آثارشون با این حالا به تعبیر بنده انگ روبرو می شد که اینا آثارشون ضد جنگه. حالا واقعا آثار رسول ضد جنگ بود؟ مثلا مزرعه پدری ضد جنگه؟ البته بیشتر نجات یافتگان رو گفتن ضد جنگه، خیلی هم روش تأکید کردن. به همین دلیل هم نجات یافتگان چندین سال توقیف بود، به نمایش عمومی در نیامد، با همین اتهام که فیلمی است ضد جنگ. آیا نجات یافتگان ضد جنگه؟ بدون تردید ضد جنگه. تمام آثار مربوط به دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که رسول ملا قلی پور ساخته، ابراهیم حاتمی کیا ساخته، احمد مرادپور که دیروز اینجا بوده ساخته، عزیز حمید نژاد ساخته، مسعود کیمیایی ساخته، گروه باون دندان مار رو، بهرام بیضایی باشور رو ساخته که در همون به اصطلاح ارتباط هست.
حالا دیگران دیگه شما تو حافظتون میتونید مراجعه کنید. تمام این آثار ضد جنگن. بالاتر از این اشعار شاعران بزرگی مثل قیصر امینپور که در ارتباط با جنگه، مثلا شعر معروفش خواستم شعری برای جنگ بگویم که تلیعه اون شعر نیماییش هست. نقاشانی که در حوزه جنگ و دفاع نقاشی کشیدن، کاظم چلیپا، مرحوم حبیب صادقی، مصطفی گودرزی و و و و. تئاتر اگر روی صحنه رفته، آثار موسیقایی مستقلی اگر مستقل از سینما و فیلم منظورم هست، تماما ضد جنگن. چرا؟ چون دفاع ملت ایران ضد جنگه. سرشت هر دفاعی ضد جنگه. مگه جنگ پدیده است که قابل تقدیسه؟ دفاع قابل تقدیسه. اما آثار سینمایی یا آثار غیر سینمایی اگر ضد دفاع باشه مذمومه، چون هیچ ملت با شرفی دفاع خودش رو زیر سوال نمیبره. اگر کسی پیدا شد دفاع 8 سال زیر سوال برد، این عمل غیر انسانیه، شریف نیست این عمل. اونجا ما میتونیم وارد مباحثه و بحث بشیم. اما حتما آثار رسول ملا قلی پور تمام آثارش مربوط به جنگ، بلمه به سوی ساحل، افق، پرواز در شب، نینوا، سفر به چذابه، نجات یافتگان، مزرعه پدری، تمام اینها ضد جنگن.